بخشی اخروی و پایان نیکوی دنیا سخن گفته شود، غالباً به صفات شخصی یک فرد پرداخته می شود، بیش از آن که به ویژگی‌های آخرالزمان، ویژگی‌های منتظران و مشخصات آن زمانی که میباید آن را انتظار کشید پرداخته شود. میتوانم از این دو روی کرد به محتویت نوعی و محتویت شخصی یاد کنم. مرادم از محتویت نوعی این است که ما منتظر زمان خوشی در عین ناخوشی ها هستیم، با آن که در میان ظلم، بیداد، بی‌عدالتی، تبعیض زندگی میکنیم، اما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن امیدواریم. مهمترین پیام نیمه شعبان، مهمترین پیام محتویت امید بخشی است. مؤمنان امید از دست ندهید. لا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی ناامید نشوید. و کفر با ناامیدی آغاز می شود و ایمان با امید شروع می شود. لذا این که گفته می شود مؤمن هرگز خودکشی نمی کند، چرا که خودکشی کردن یعنی مایوس شدن از رحمت خدا. مؤمن هر کاری می کند اما خود را نمی کشد، چون او هر کاری کرده باشد باز به رحمت خدایش امیدوار است. مهمترین پیام منجی امیدواری است، امیدواری به پایان خوش دنیا. در محتویت نوعی به این ویژگی‌های کلی نگریسته می شود، اما در محتویت شخصی بیش از آن که به این خصائل که به شکل جزئی به آن خواهم پرداخت عنایت شود، به شخص منجی نگریسته می شود، به سن او پرداخته می شود، پدرش، مادرش، اجدادش، و بعد به مسائل بسیار جزئی و پیش پا افتاده زمان ظهور، زمان پیش از ظهور، زمان بعد از ظهور و مسائلی از این قبیل. بسیاری از کتب روایی ما آکنده از روایاتی است درباره این مسائل جزئی که غالباً هم خبر واحد است و چندان به لحاظ دینی قابل اعتنا و اعتبار نیست. اما درباره محتویت نوعی به قرآن کریم که مراجعه کنیم می‌بینیم که نسبت به این مسائل حداقل آیات لازم را خداوند برای ما ارائه کرده است. اجازه بدهید ابتدا از قرآن بپرسیم به عنوان یک مسلمان چه میزان از این اعتقاد امیدوار کننده را ما میباید حائز باشیم، قائل باشیم. در 4 آیه قرآن کریم به محتویت پرداخته شده است. این هیچ اختصاصی به شیعه یا سنی ندارد، هر مسلمانی میباید به آن قائل باشد. ابتدا این خطوط کلی را از قرآن بگیریم، بعد به سراغ روایات معتبر میرویم که بدانیم پیامبر ما، اولیاء دین ما، ائمه هدای ما، آنها چگونه این مسئله را تبیین کردند و از بین آنها نیز مهمترین خطوطی که برای محتویت ترسیم شده است با شما مرور خواهیم کرد و اون وقت این را بسنجید با آنچه که در منابر ما تبیین می شود که بسیاری از آنها نه قابل اثبات است نه قابل نفی، صرفاً می توان آن را شنید و آن را به قول ابن سینا در بقعه امکان نهاد. اما آنچه که به آن اشاره خواهم کرد قوی ترین نصوص دینی ماست که هیچ مشکلی ندارد، هیچ شبهه‌ای ندارد، نه در دلالتش نه در سندش. قرآن است که به لحاظ سند به خداوند میرسد، به لحاظ دلالت هم این آیات بسیار مضمونی قوی و نه سند و نه ظاهر. ابتدا این 4 آیه را با هم مرور می‌کنیم تا بدانیم قرآن کریم چه میزان از خطوط کلی محتویت را با مسلمانان در میان نهاده است. ابتدا اولین آیه سوره اعراف آیه 128. با این آیات یقینا همه مؤمنان آشنایند، اما صرفاً به عنوان تبرک در این شب بسیار مهمی که در آن قرار گرفتیم، شب نیمه شعبان،
نه به اعتبار مولودش عزیز است، قبل از او 2 قرن 3 قرن قبل از او هم عزیز بوده است. این شب پس از شب‌های ماه رمضان جزء مهمترین شب‌های محتمل القدر بودن است. یعنی در شب‌هایی است که فیها یفرق و کل امر حکیم، در این گونه شب‌ها هر امر حکیمانه الهی پخش و توزیع می شود. اگر کسی می‌خواهد شبی احیا بگیرد غیر از آن 3 شب ماه رمضان، یکی از شب‌ها شب نیمه شعبان است. همچنانی که اعتبار 21 رمضان به امیرالمؤمنین نیست. 21 رمضان قبل از شهادت مولا علی هم 21 رمضان بوده است و شب قدر. نیمه شعبان هم اعتبارش را از محتمل القدر بودن می‌گیرد، پیش از آن که از مولود بزرگ آن گرفته باشد. لذا ما به این شب احترام می‌گذاریم. این شبی احتمال قدر بودنش پس از 3 شب ماه رمضان بیشترین احتمال را در میان شب‌های ایمانی ما دارد. حالا این آیه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. زمین از آن خداوند است، آن را به ارث به هر یک از بندگانش که بخواهد می‌نهد، عاقبت از آن پرهیزکاران است. خب آیه چند مضمون کوتاه را در دل خودش دارد. ابتدا اینکه همه چیزمان از آن خداست. نکته دوم، این خدای بزرگ زمین را به ارث به برخی از بندگانش می‌نهد، به برخی از بندگانش به ارث می‌گذارد، یعنی سیطره و سلطه بر زمین، یعنی اداره زمین را. و پایان این زمین پایان نیکویی است. اگرچه امروز در اکثر نقاط دنیا ما با مشکلات فراوان انسانی مواجهیم، اما به عنوان مؤمن دل خوش داریم که پایان دنیا پایان نیکویی است. اما در این آیه گفته نشده است این پایان چگونه است، صرفاً گفته شده است پرهیزکاران وارث زمینند. و از جمله این پرهیزکاران چه کسانی بهتر از اهل بیت پیامبر. اما در قرآن صرفاً صفات کلی این پرهیزکاران توضیح داده شده است، به عبارتی که نام آن را من مهدویت نوعی گذاشتم. نوع وارثان زمین صالحانند، پرهیزکارانند، من یشاء من عباده هست. بنابراین درسی که از این آیه میگیریم 3 درس بود. درس اول، زمین از آن خداست. درس دوم، خداوند این زمین را به بندگان مورد نظرش می سپارد به ارث. و درس سوم، عاقبت از آن پرهیزکاران است. عاقبت از آن ظالمان و بدکاران و ستمکاران نیست. متقیانند وارثان واقعی زمین. آیه دوم آیه 105 سوره انبیاء است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از یاد خدا مرقوم داشتیم، نوشتیم که زمین را بندگان صالح خدا به ارث میبرند. آنجا متقین بودند، اینجا صالحانند. تقوا و صالح بودن، 2 صفتی که برای مهدویت نوعی تاکنون از قرآن به دست آوردیم. معلوم می شود اعتقاد به مهدویت تنها مختص مسلمانان نیست. در زبور داوود هم بوده است، بیشک در تورات و انجیل هم بوده است، حتی در میان زرتشتیان هم هست. همه ادیان توحیدی، همه ادیان ابراهیمی به پایان نیکوی جهان قائلند. این فقط اختصاصی به مسلمانان ندارد، اختصاصی به شیعیان ندارد. هر خداپرستی دنیا را با نجات و رهایی همراه می‌بیند.